باورت میشه توی این شهر خورشید 4 ماه کامل طلوع نمیکنه؟ لانگیربین شمالی ترین شهر دنیاست و یکی از عجیب ترین مکانهای روی زمینه. هر سال از اواخر اکتبر تا اواسط فوریه خورشید حتی یک بار هم از افق بالا نمیاد. یعنی مردم این شهر بیشتر از 100 روز توی تاریکی زندگی میکنن. دمای هوا هیچ وقت از 6 درجه بالا نمیره و حتی بعضی وقتها به منفی 30 درجه هم میرسه. با این حال مردم سر کار میرن، مدرسه میرن و زندگی عادی خودشون رو دارن. اما عجیب ترین بخش ماجرا، مردم مرده هاشون رو حق ندارن اینجا دفن کنن، چون سرمای شدید زمین باعث میشه اجساد تجزیه نشن. دانشمندا حتی بقایای اجساد چند دهه قبل رو تقریباً سالم پیدا کردن. به همین خاطر سالهاست دفن مردگان توی این شهر ممنوع شده. حالا بگید ببینم، دوست داشتید توی این شهر زندگی کنید؟ لایک ویدیو یادت نره و اگه عاشق دانستنی‌های جذاب هستی، پادچیز رو فالو کن.